شیرینی سنتی نخودچی که از قدیم الایام پخت می شده همیشه به صورت ساده بوده، ولی این بار با رویه آیسینگش به خاطر ترد بودنش خاص‌ترش کرده. برای درست کردنش ابتدا ترکیب روغن صاف قنادی 50 و روغن جامد رو به همراه پودر قند الک شده و پودر هل اضافه میکنین و با سری باد بزنی شروع به هم زدن میکنین تا حالت کرمی بشه. به این صورت یه دورگیری کنید، مجدد شروع به هم زدن کنید. میتونید کمی زعفرون دم کرده، البته اختیاریه، اضافه کنید. به این صورت که شد، آرد گندم الک شده رو اضافه میکنید. ما بین هم زدن قاشق قاشق آرد نخودچی مرغوب الک شده رو اضافه کنید. به یک باره آرد رو نریزین، چون ممکنه کمتر یا بیشتر از این آرد ببره. فقط باید دقت کنید که یه خمیری داشته باشین که وقتی گلوله میکنین ترک بر نداره، چون این خمیر وقتی استراحت میکنه ممکنه خشکتر هم بشه. پس دقت کنید به ریختن آرد. درش رو میذارید، یه 12 ساعت توی محیط آشپزخونه استراحتش میدین. بعد از استراحت روی سطح کار رو آرد پاشی کنید و به این صورت به ارتفاع نیم سانت خمیرتون رو باز میکنید و کاترتون رو آغشته به آرد گندم میکنید و به این صورت کاتر میزنید. داخل سینی میچینین در کنار هم. حالا برای آیسینگش سفیده تخم مرغ، پودر قند، جوهر لیمو، وانیل و آرد گندم رو با همزم مخلوط میکنید تا حجمدار بشه و حالت کشدار. عزیزان، با لایک، کامنت، سابسکرایب، فالو کردن و زدن زنگوله کانال خودتون رو حمایت کنید تا آموزش های دیگه هم داشته باشید. میتونید رنگ‌های مختلف بدین، پودر کاکائو یا رنگ پودری زعفرانی. زعفران نیست، رنگ پودری زعفرانی. به این صورت مخلوط کنید و با قاشق چای خوری به این صورت روی شیرینی ها رو بدین. مواظب باشین که کنارها شوره نکنه و روی سینی نریزه، چون بعد از پخت کاملا سفت میشه و نمیتونید از سینی جداش کنید. پودر گل محمدی رو بریزین، داخل فر بذارین. حالا میذاریم داخل فر از قبل گرم شده درجه 150 به مدت 12 تا 17 دقیقه، بستگی به دمای فرتون داره. از فر که خارج کردیم بذارین 1 ساعت تو محیط کاملا خنک بشه، بعد از سینی جدا کنید. زودتر از اون اگه از سینی جدا کنید شیرینیاتون کاملا پودر میشه. نوش جان.